رفقا این آهنپارا رو به کمک این دستگاه جوش میخوایم تبدیل کنیم به یه شاسی واقعی فرمول 1 مینی. اگه هنوز فکر میکنید این آهنپاره است تا آخر ویدیو نگاه کنید تا غافلگیرتون کنم. سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به این قسمت از ساخت پروژه فرمول 1 مینی. رفقا پروژه ساخت فرمول 1 مینی رسید به جای خیلی حساس. ما امروز میخوایم اولین جوشای شاسی رو بزنیم که الان میبینید پخش زمینه، ولی این وسط یه مشکل خیلی بزرگی هست. اگه بچه‌ها این الان شاسی ما که پخش و پلا رو زمینه، اگه اینا کنار هم گونیا در نهایت، مثلا اینو میخوایم به اینجاش بدیم گونیا در نهایت اینجوری باشه یا اینجوری باشه، کل شاسی کج میشه و ما رسما به چخ میدیم. یعنی بعد جوش میدیم، کج میشه، برش میدیم، یه کثیفکاری بدی میشه. به همین دلیل باید راه چاره‌شو پیدا کنیم و بنده پیداش کردم. این گونیای جوشکاری رفقا راه چاره ما، این باعث میشه که همه چیز صاف و تراز و ترتمیز و در بیاد و خیلی خوب میشه. چند روز پیش سمت فروشگاهمون بچه‌ها یه ابزار فروشی دیدم که رو ابزارش آف زده. اینم دیدم که اونجا آف خوبی خورده، خریدمش. ولی فرصت نکردم تست کنمش و مطمئن نیستم که زاویه‌اش درست باشه و این احتمالو میدم فروشنده تا دسته دبه کرده باشه. برای اینکه ببینیم سالمه یا نه، من همین الان رسیدم تعمیرگاه بچه‌ها، باید همین الان تستش کنیم. لیتس گو. اینی که اینجا می‌بینید فرمول 1 مینی آینده است، ولی فعلا گوزه. خب بچه‌ها اینو باید تستش کنیم. اول تستش کنیم ببینیم سالمه یا نه. مثلا رفقا بریم برای خالجوش زدن، ولی اول باید این قطعات رو کنار هم، یعنی این قطعه شاسی رو کنار هم بچینیم. ولی یه مشکل خیلی بزرگی هست. باید ببینیم سر هر قطعه صیقل داده و صاف هست که موقعی که میذاریم جوش میدیم کج نباشه. مثلا این دوتا قطعه تقریبا شبیه همن. نگاه کنید فاصله اندازه‌ای داره. یا باید برش بدیم یا باید صاف کنیم. ولی اینه که بده. بیشتر پروفیل هایی که، یعنی قسمت هایی که واسه شاسی بریدیم، نه صافه سرشون، نه صیقل داده شده است، نه اندازن. و برای صاف کردنشون ما نیاز به دستگاه برش دقیق داریم، ولی نداری. شاید باورتون نشه، ولی شاید هم باورتون نشه، جای دستگاه برش ما سنگ فرز داریم که هم میتونیم باش برش بدیم، هم میتونیم ساب بزنیم، هم میتونیم صیقل بدیم، همه کار میتونیم بکنیم. ولی یه مشکل خیلی بزرگی است. این مشکل بزرگ اینه که سنگ فرز ثابت یه جا نیست مثل دستگاه برش. امکان داره مثلا کج ببریم، امکان داره خوب صاف نکنه، اینوری بشه بشکنه این صفحه برش. ولی این حرفا واسه خارجی هست. ما ایرانی، ما پیکنیک خایگانی. در صورتی که شما ایرانی باشید هیچ مشکلی نداره. هنر دست ایرانی است و بس. خب رفقا تقریبا کنار هم گذاشتیم و اینا رو هم تنظیم کردم و دیدم چجوری. الان بریم برای خالجوش زدن. بذارید من دستگاه رو بیارم. بچه چند تا صفحه برش هم خریدیم، چون اونا که گرفته بودیم اول صفحه ساب برش هم بود. خب بچه الان میخوایم بریم برای خالجوش، ولی یه مشکل بزرگی داریم. مشکل چیه؟ دستگاه جوش داریم ولی عینک جوش نداریم. بچه این رونیکس رو یه اطلاعات ریز دربارش بهتون بدم. دستگاه جوش رونیکس مدلش 4604. بچه یکی از بهترین مدلاست، کم مصرف، پرقدرت. یعنی شما مداوم میتونی کارهای صنعتی و نیمه صنعتی باشه انجام بدی بدون اینکه داغ کنه، استاپ کنه. الان میریم تست میکنیم پشماتون میریزه، مثل خامه جوش میکنه واسهتون اون الکترودو. آره عینک جوش نداشتیم یعنی، ولی فهمیدیم که داخل خود کارتون هستش.
عینکش تعریفی نداره ولی فعلا کار راه اندازه. یه دونه خوبش و درست حسابیشو بگیرم چون خودم با این خسته میشم کار کنم. از این ماسکی احتمالاً بگیرم. بعد اینکه بچه‌ها من اینو نزدیک فروشگاهمون یه نمایندگی بود به بهترین قیمت یعنی به بهترین قیمت خریدمش. تو حالت عادی این مدل 8 تومنه. رونیکس، خود شرکت رونیکس گذاشته داخل نمیدونم آفای ویژه و یه همچین چیزی گذاشته بود 5 میلیون 100 5 میلیون 200 یه همچین چیزی. یعنی شما خواستی از سایتش سفارش بدی یا از این منبر سفارش بدی باید مثلا 5 تومن یا 50 100 200 میگرفتی که 100 تومن هم اینا پول مثلا ارسالش میشه. ما نمایندگی داشتیم نزدیکمون زنگ زدم خیلی قیمتش خوب بود 4 میلیون و 695 هزار تومان. این دستگاه رو گرفتیم ما و 40 ماه یعنی حدودا 3 سال گارانتی داری که فکر نکنم تا 3 سال اتفاقی واسش بیفته چون واقعا رونیکس کیفیتش خیلی خوبه تو ایران و گارانتیش هم چوسکی نیست. گارانتیش واقعا عالیه. آنباکسش آره دیروز داخل فروشگاه و بچه‌ها گرفتیم با میثم و امیر. الان ویدیوشو واسهتون توی ویدیوی مثلا 1 دقیقه یا 50 ثانیه واسهتون خلاصه میکنم. بریم اونو ببینیم. خب دوستان عزیز پایه داشت محکم زدنشو ندارم بچه مدل 46 نه اونطوری نیست. تو بس رو در بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا سیاسیش میخوام داداش؟ نه اسلامش کرد. من تیزی زن قهارم میسم بیا تو هم اینو بزن. اینو نه اینو به قول گفتنی اینم شکست. اینو آروم بزن. اینجوری آروم نه آروم بابا نو خورده داداش. اصلا اینا نمایندگی گرفتم خیلی مهمه. گمش نکن. تبلیغ نشه تبلیغ من باشه. ترچه رو نگفتی سنگم داره این میواسه چیه؟ میزن اینجوری اون خاک جوش میریزه. فاقد هم. این چیه؟ قطعا نمیدونم این چیه. فهمیدم. نه این چیه؟ یه مدلش هست دوم سمور بهش وصل میشه. نکنم داشتیم واسه عینک. اینو بدم به کارم. درسته نکردیم. چی بود دلش؟ سیمش دوستان. نخوردیم نون من. کردیم مردم. حاجی این خوراکی شکنجه است. بزنی به گوشات طبیعات مغز نه بابا چیه به اصلا گوشش من دیدم اینطوریه. آره اونجا فکر نکنم این واسه جوشکاریه. آماده ای؟ وایس اینا کامر آماده. ادیتور اینو میارم بیرون یه نه این چیزا بندار روش. سائقه حاجی این چیزشه. ماسکش آفرین. نگاه کن. اینجوری اگه نرینم توش آره آفرین. اینجوری خم میشه. لازم یه ماسک بخریم. آره داداش. قطعاً آره. یک بار فکر کنه خیلی خیلی گیری میده سرم. یه چاقو هم هست بس اینا این از این شاشه ماسک سابزیرو. بنده خدا سابزیرو الان اینجا بود فوشتون بده. نگاه شاقوم شکست. ضبط نمی‌کرده که اپا. چه یه بار اومدیم واقعی آنباکس کنیم 2 ساعت داری خودگذی در میاری ضبط نکنه. مای گاد دیسکشش کن. او هم بکن. اگه 1% بره از طریق این وصل میشیم به این. ضمانت کردن اینا مثل ما دیگه داداش ببر آب رفت پس میگیریم ولی این خبره. خرید می‌کنی. بزنم ضمانتش با خدا. پول داد. بچا دوربین سونیه ها. رو نکرده آنباکسشون از اینجا. باش نکنم. میخوای شیرینی نده. فولدرمون رو ببینن دلشون میسوزه. آخرش یه پشت صحنه. آماده اید 3 2 وایسا یا اول فاس تکنولوژی فایلشو نگاه اینو بگیر یا اول فاس اصلا به برقی نه اون که اصلا مهم نیست. چی رو میخوای؟ مثلا انگوش رو کنی تو ببینم چیزی میشه. یه چیز نمیشه یه خورده نیست. نه میکشیدیم رو کار. من برای خودم میندازم اینجا تو هم برای خودت بنداز اینجا. میثم یه اتصال بگیر از پایه صندلی. من مال خودمو نمیخوام. یکی دیگه رو بیار. دارک شده است. خب رفقا من عینک رو نگاه کنید. عینکش صاف میذارن که جا نگیره داخل چیز. این جای سوراخ داره. نگاه کنید اینجوری میاد. اینجوری تاق ببینم اینور تاق
تا این شد از عینک جوشکاری ما که دسته هم داره بچه داخله. اینم از دستشه. هورا شکستیمش. بی‌نظیره بچه، شکستیمش. بچه اینا کابلاشه. موقعی خرید مطمئن بشید کابلاش مشکی و جنسش هم معقوله. اگه غیر از این بود احتمال زیاد دستکاری کردن چیزتونو. این نمایندگی بهم داد که هر مشکلی داشت واسش چیز کنم. به به رونیکس. بچه اینم گارانتیش. من دستگوشو بذارم زمین. این گارانتیشه که اصلا باز نشد. واسه اینکه بخوایم از گارانتیش استفاده کنیم، اگه 1% دستگاه مشکلی داشته باشه، قطعا میدونم از همین الان تا 5-6 سال دیگه به هیچ مشکلی نمیخوره. جنس رونیکس واقعا خداست بچه. من خیلی سال از جنسش سنگ فرزشون دلرش چیزهای دیگه‌اش استفاده میکنم، هیچ مشکلی نخوره. و نمایندگی بهم گفتش که هر وقت مشکل پیش اومد، همون یارویی که نزدیک فروشگاهه، اینو واسم بیار، تاریخشو بزنم، بنویسم، ببرم خودم مثلا گارانتی، یا یه دونه نوشو میارم یا میان اصلا تعمیر میکنم واسه. و این خیلی خوبه. این یکی از نکته‌های مثبت داخل ایرانه که خیلی از شرکت‌های کمی گارانتیشون انقدر قویه. اکثرا گارانتی دارن ولی چوسکی ان. به دردی نمیخوره گارانتیشون، به درد عمه‌شون. چقدر صدا داره حاجی. مثبت در منفی، منفی در مثبت، مثبت در مثبت حرام. سایز الکترودامون بچه‌ها 2.5 94.5 بشه. خب 95 الکترودمون رو میزنیم دوستان. واو بچه‌ها خدا وکیل چه جوشی میده. بدن نزدیک بیارم ببینید. خدا وکیلی نگاه کن. این پنیر بچه‌ها خیلی تمیزه. این واسه یه دستگاه انقدری که کلا 8 کیلوه همچین جوشی واقعا پشمیزونه. بچه‌ها بریم دیگه خالجوش بزنیم. پرو شد. بچه‌ها قبل اینکه بریم واسه جوشکاری میخوام از ترتمیز بودن و خوب جوش دادنش بهتون نشون بدم. مثلا نگاه کنید این ورش الان داغه بچه‌ها، نمیشه دست زد بهش. اینو وصل می‌کنم به این. میخوام اینو بهش جوش بدم بچه‌ها. ببینید چقدر ترتمیز جوش میده. فقط برم خوشه. ببینید خوشه که منظورم اینه سرچه. یه ذره هنو قلقه کار دستم نیومده، قلقه دستگاهه، ولی خب پرچش چقدر چوسکیه. بچه‌ها ریدم اصلا جوش نخورد. مثل یه ذره آمپرشو بریم بالا. بابا من که تو رو جوش میدم ماشین. اسم کنم حرارتش خیلی بالاست. 85 بهتر از 95. این مرش هم واسید جوش بخوایم اونجوری جوش بدیم اب بندازیم بره. این دفعه اگه برینم من گیم، یعنی اگه خوب جوش ندم گیم. برو ببینیم عباس چیکار میکنی. لیتس گو. بهتون قول میدم پشماتون این جوش میریزه. عجب ولی دستگاه جوشیه بچه‌ها. مثل پنیر آبش میکنه. ریدم به خودم من. جوشو نگاه قشنگ رفته تو مغزش. خب بچه‌ها بسه. بریم برای واقعا بریم خال جوش بزنیم که دیگه چیز کنیم. خب این داغه رو بندازیم اینور دست و بالمون نسوزه. بریم شاسی و خال جوش بزنیم بچه‌ها. دوستان عزیز و رفیقان عزیز من. خب اول میریم از مرکز شاسی. مرکز شاسی میشه اینجا. هر دو طرفشو باید تراز کنیم دوستان. با استفاده از گونیا یا ابوالفضل. بچه‌ها یه چی بهتون بگم، همیشه ابزار کار بکنه. ببین نگاه تراز. الان فقط اینو وصل می‌کنیم، زیرش هم باید تراز کنیم. راستی آوازم نبود. همه چی عالیه. فرچه میکشیم اون قسمتو. بچه‌ها یه چیز مهمه موقع جوشکاری بهتون میگم. حالا فرچه ما که چوسکیه، ولی جایی که می‌خواید جوش بده حتما باید تمیز کنید و اینا جوش خوب نمیگیره. نوبتی هم باشه نوبت ورای دیگه است. بچه‌ها ریدم. وقتی میگن حواست نباشه میشه. اینجا رو جوشو اوکی داد اما نکنین
جوش اینجا همه چی عالیه. اینجا رو نگاه کنید. اینجا رو نگاه کن. اینو داخل جوش شدم اونو بیرون. البته این چون خال جوشه میشکنه و همین آسون. بعد اینجا جوش بدید. خب رفقا بذارید من دوربین رو تنظیم کنم و بریم برای جوشکاری. ساختم ولی نباختم، دستم بگیرم. خب رفقای گنگ بذارید من رو خاموش کنم. خب بچه ها این شد کف شاسی ما. پشمندی بودیم بچه. این میشه جای انجین. دقت بفرمایید این اینجا به توسط لولای خیلی نر وصل میشه با کمک و اینا و انجین و دفعه کل عقب بندی میاد روش. ما الان تا اینجا بچه اینا که میبینید همش خالجوشه، جوش نخورده. خالجوشه تا تراز باشه. یه وقت مثلا کج و صافی هم بود بتونم راحت برش بدم و صافش کنم، ولی همشو تراز در آوردم. الان یک سری مشکلاتی داریم. همه چی الان عالیه. خب بچه این دو قطعی که میبینید قطعه‌های روی کار. خب ما باید الان 2 تا قطعه اینجا جوش بدیم به اندازه های خیلی خاصی. متر دوست داشتنی من این از متر. این خودش از اینجا تا اینجا 84. حدودا نصفش میشه 42 که میاد وسط. نصف 42 میشه 21. من میگم 15 خیلی بهتره. 15 رو یادتون باشه. خدای بزرگ. 35 سانتی متر باید اینجا رو بیایم بالا که حدودا میشه خیلی میشه حس میکنم 35 کافیه. خب رفقا خالجوشا تموم شد و من همه جای این شاسی رو تراز کردم. بچه‌ها بذارید بهتون نشون بدم که گیج نشید. این جلو بندیه، این قسمتی که صندلی و دنده و نمیدونم اینجور چیزا قرار میگیره. این قسمت که دو دست من میبینید این شکلی وصل میشه اینجا با لولاهای مخصوص همین کار. خب وقتی وصل میشه اینجا، از اینجا یعنی این قسمت آهن میاد بالا پروفیل، یه کمک وصل میشه بهش و این بازی میکنه. کمکی که مثل باگی نشه، کمک مخصوص، یعنی واسه ضربات خیلی ریز، چون این ماشینی که مدل میسازیم مخصوص جاده‌ای که صافه نباید یه مقدار چیزش باشه. ولی یه مشکل خیلی بزرگ داریم، باورم نمیشه. پروفیل آهن تموم کردیم بچه، آهنامون تموم شد. تو قرار تو این قسمت اینجا رو آهنشو طراحی کنیم، آهنای اون رو طراحی کنیم و متاسفانه تموم میشد. ولی مشکل نداره، میریم الان. من همه قسمت‌های این شاسی رو تراز کردم بچه‌ها، دیدم همه قسمتاش صاف و خیلی عالی خال خورده. الان خال جوش زدم، جوش کامل نزد. الان میریم جوش میدیم و کلش رو جوشکاری میکنیم دیگه. کل قسمتایی که خال جوش زدیم رو جوش میزنیم. ولی یه مشکلی داریم. شما دوستان عزیز این همه زحمت کشیدن رو من رو دیدید، سنگکاریم، دستم سوخت، جوشکاریم، طراحیم، ولی هنوز لایک و سابسکرایب نکرد. از اون پایین لایک و سابسکرایب رو بکوبونید و یه کامنت پر انرژی برام بذارید. یه کامنتی بذارید، حالا نمیدونم یه کامنت انرژی دار بدید دیگه. خیلی ممنون از شما. بریم برای لایک و سابسکرایب کردید، لیتس گو، بریم جوش بدیم. خب رفقای گل، بعد از حدوداً 2-3 ساعت برشکاری و جوشکاری ما این 2 تا قطعه رو تونستیم درست کنیم و جوشکاری کنیم بذاریم روی هم. ولی یه اتفاق بدی و مهمی هستش که ما پروفیل تموم کردیم و دیگه وقت نمیشه که بخوایم بریم پروفیل بگیریم، اون پیچیده میشه. ولی پروفیل میریم میگیریم و میایم عقب بندی و قسمت عقب و بچه 2 تا حدوداً 40 سانت 40-50 سانت که جای صندلی باشه میاد اینجوری بالا به هم وصل میشه و جای کمک ها قرار میگیره. کمک ها هم وصل میشه به قسمت انجین که اینه، اینجوری اینجا وای میشه و یه بازی ریزی انجام. ولی خب رفقا واسه اینکه ببینیم که قسمت وقتی این پروفیلایی که خریدیم و جوش میدیم و قسمت صندلی و کمک و عقب و چه جوری با هم دیگه وصل کنیم، بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم.